برای همه تون یه همچین شبی رو آرزو دارم، واقعی از ته دل. آب شد. این یکی از موزیکای مورد علاقه منه. بازم وقتش شده که آتیشو به هم بزنم. آتیش داره از این ور میخوابه، آب کباب آتیشو خراب میکنه دیگه. الان شولکس کردم دیگه، خسته شدم. دیدنه تو دیده من، روی تو درمان من شده. بیا ببین چه خوشرنگ شد. جانم جانم. دیدنه تو دیده من، فقط تو رو نگاه کن. این مرغ کامل پخته بدون یه ذره خامی. روشم این خوراک یک کت هست. حتی ببخشید بچه من دستم سیگارا یکی از علاوه خیلی بدمه متاسفانه. خب بچه بعد اول غذاتون آماده شد دیگه، بریم واسه کشیدن. این نونش مال من. به 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 به. اینا تازه اولش. اینم باز مال تو. داغ بود نخور. خب تو ما اینو میخوریم پاسیت چه؟ فقط وجدان نگاه کن، کیف کن. حتی بخش من دستکش ندارم و داغ آدم کیف کن. روغن رو بیانم کیف میکنه اینو بخوره. سالم، پروتئین، جان. نوش جون همتون. خب بریم من تست کنم. بچه ببخشید راضی باشید. خب من که خیلی نون کم میخورم. تخصص من بوق اولیه که گذاشتم اینجا. جوجه دنبه. من یه تیکه رونم میدم. گاز داره. خوبه.
راستی چیزم بهتون بگم شما دوغم میتونید بزنید به جوجه هاتون. البته من نمیزنم ولی خیلی بچه ها میکنن، دوغ میزنن این که اگه مرغ رنگش برگشته زود سفید میشه. خیلی از دوغ استفاده میکنن. یه لشکون میخوریم دیگه، فدا سرتون. این بالا ببین چیزی میخوان. اینا خیلی خوشمزه شده خدایی. بچه دلتون نخواد، دلتون نخواد. به 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 به. بسم الله. مشغول شید. بچه حالا بریم سراغ جیگر و گوشت و دنبه، غذای مورد علاقه من. چقدرم کیف میده. به به. یه چاقو به ما دادن، نگاه کن تو رو خدا، با اعمال شاقه. خب من گوشت رو دوست دارم درشت باشه، حالا سلیقه‌ایه. شما میتونید گوشت و دنبه رو یکی در میون بذاری، میتونید دنبه رو جدا عین همون مرغ که بهتون نشون دادم بزنید روش، ولی من خودم اونجوری دوست دارم. این از گوشت. من گوشت رو جدا میذارم. همیشه یادتون باشه نمک رو همون موقع پخت بزنید. بهترین تایم نمک زدن همون موقع است. چیزی دیگه به این گوشت نزنید. دلتون میاد این گوشت رو خدا وکیل نگاه کن، این گوشت رو دلت میاد با آب پیاز و اینجور مواد از بین ببری. گوشت اگه گوشت خوبی باشه مطمئن باشید فقط با یه نمک هم خوشمزه میشه. نرم. خب دو تاش میکنیم دیگه. خب برم سراغ دنبه. اونم یه استخون وسط دنبه است که نگه میداره. اینه من اینا خوشم میاد، مزه کردنش خوشمزه است. این دفعه یه ذره دنبه بیشتر میزنم چون میخوام باش جیگرم هم خورد کنم. خب دنبه من بسه. اینا رو میذارم کنار، برم سراغ جیگر. این موقع شب، نیمه شب، جیگر آدم میبینه کیف میکنه. این مال گوسفند خیلی پوستش ضعیفه، خیلی مهم نیست کندن نکندنش. جیگر خوب بچه ها جیگریه که وقتی میبری چاقو توش گیر نکنه، راحت بره. عین چجوری مثال بزنم، عین یورولیت دیدی چه راحت میشکنه، اونجوری چاقو رو میکشی راحت میره. ببین گیر نمیکنه. اینو بهش میگن گوشه جیگر یا جیگر گوشه، قسمت بالاست. این آشش وای دست رو ببین. اول اینو میذاری، اینو خودم میخورم، اینو به ایشی نمیدم. خیلی خوشمزه است. توی جیگر دوستان عزیز دقت کنید، رنگ‌های مختلفی داره جیگر. حالا اگه میبینید من درش خورد کردم، خب من اینجا دوست دارم اینجوری بخورم، خیلی مهم نیست، بیشتر چون جنبه آموزشی داره. ولی من خودم اینجوری